شما نماز هم میخونین زنا را میکنین، نماز هم میخونین عرقخوری میکنین، نماز هم میخونین تویهای فساد میکنین، پس فردا باز طلب شفاعت کردن این خودش عیب است. در یک انسان خیانت کو پس آن برای یاردم طلب کنین، چی معنی داره؟ سوره مؤمنون اگر تفسیر قرطبی را تماشا کنین، الزانی لا ینکح الا زانیه، همین سوره مؤمنون است، آیت 14 است. والله علم همین آیت تفسیر قرطبی را حضرت چی میگه؟ میگه من زنا، کدام مردی که اگر زنا کرد فسخ نکاحه بینه و بین زوجته، نکاحش بین خودش و بین زنش بریده می شود. کدام مردی که اگر در تفسیر قرطبی در تفسیر همین آیتی که الزانی لا ینکح الا زانیه، در تفسیر همین در تفسیر قرطبی میگه که اگر کدام بچه‌ای که یا کدام زنی که اگر در زنا مبتلا شد در حال نکاح یا بریده می شود، هر فرزندی که از اینا میاد همش حرامی هستند.